چگونگی تیمم. در صحیح بخاری حدیث شماره 347 و صحیح مسلم حدیث شماره 368 عمار رحمه الله از شقیق رحمه الله نقل می کند که فرمود با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نشسته بودیم. ابو موسی به عبدالله فرمود اگر مردی جنابت داشته باشد و مدت 1 ماه آب برای غسل پیدا نکند، آیا نمیتواند تیمم کند و نماز بخواند؟ و تو این آیه سوره مائده را چطور ترجمه می کنی که می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا؟ اگر آبی را نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید. منظور ابو موسی رضی الله تعالی عنه این است که طبق این آیه در هر مدت زمانی که آب پیدا نشود، خواه این مدت زیاد باشد یا کم، با تیمم جایز است نماز خوانده شود. عبدالله رضی الله تعالی عنه در جواب فرمود اگر چنین اجازه‌ای به مردم داده شود، به هنگام سرد شدن هوا و آب ممکن است به جای وضو از تیمم استفاده کنند. شقیق رحمه الله افزود به ابو موسی گفتم پس اگر عبدالله رضی الله تعالی عنه تیمم را برای مدت زیادی دوست ندارد، به خاطر این است که مردم در مسئله وضو دچار سهلنگاری می شوند و در موارد غیر ضروری هم به جای وضو تیمم می کنند. ابو موسی رضی الله تعالی عنه فرمود بله همینطور است. ابو موسی به عبدالله فرمود مگر نشنیده ای که عمار به عمر رضی الله تعالی عنهما چه فرمود؟ فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا به دنبال کاری فرستادند و در این اثنا دچار جنابت شدم و آب هم نبود. من هم بدن خود را به خاک مالیدم همانطوری که یک حیوان خود را به خاک میمالد و این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای شما کافی بود که به این صورت تیمم کنید. 1 بار کف دستهایشان را به زمین زدند، پس از تکان دادن کفهای دستشان پشت دست راستشان را با دست چپشان مسح کردند یا پشت دست چپشان را با کف دست راستشان مسح نمودند. سپس با این 1 بار دست به زمین زدن صورتشان را نیز مسح کردند.